سلام دوستان، امروز اومدم با آموزش دمپختک. اول پیاز رو رنده میکنم و میذارم سرخ بشه. وقتی که پیاز سرخ شد بهش علیرضاد اضافه میکنم، علی کاری، زردچوبه، فلفل سیاه. حالا بهش 2 قاشق رب اضافه میکنیم و رو با هم میذاریم تا رنگش با ادویه و پیاز رنده شده باز بشه. حالا نمک اضافه میکنیم و به ازای هر لیوان برنجی که درست کردیم 1 لیوان آب میریزیم. در قابلمه رو میبندیم و میذاریم تا آب جوش بیاد. بعد از اینکه آب جوش اومد برنج رو بهش اضافه میکنیم. بعد از اینکه آب شروع کرد به قل خوردن برنج رو اضافه میکنیم. برنج رو با آب مخلوط میکنیم و 1 دونه لیمو عمانی سوراخ میکنیم و میندازیم داخل غذا. میذاریم تا خوب آب برنج کشیده بشه. بعد از اینکه آبش کشیده شد در قابلمه رو میبندیم و میذاریم به مدت نیم ساعت تا بپزه. جمع میکنیم وسط قابلمه. لیمو رو میذاریم. اینم از پایان کار امروز ما.